الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خوب پیش از آن که درس رو سر کنم میخواهم از یک نقطه شما رو آگاه بسازم و این است که هنگامی که شما فقه رو درس میخونید و چون که مخصوصا شاگردانی که به مدتی 3 سال 5 سال درس خواندنی هستن باذن الله، من آنها رو خیلی به این کار تشویق میکنم که شما متن رو یعنی متن عربی رو نظر کرده درس رو تیار شوید و درس رو تکرار کنید. یعنی که همه وقت در جستجوی ترجمه ها و به ترجمه نظر کرده به درس تیار نشوید. ترجمه را همچون یک اسبابی کمک یا اینکه یک اسبابی کمک برای خود استفاده برید. یعنی همچون یک اسباب استفاده برید اما همچون کتاب اصلی استفاده نبرید. چون شما باید چشمهای خود را یعنی همه حسیات خود را باید در زبان عربی داخل کنید. یعنی که باید خودی متن عربی را نظر کرده ترجمه کنید. خوب مثلا باید بدانید که یعنی من لفظاً هم کوشش میکنم که کلمه به کلمه به شما ترجمه کنم و این خیلی ترجمه معنادار هم یعنی با پورا جمله ترجمه کرده می شود. این را هم برای شما پیش کنم. میخواهم که شما از کلمه های عربی آگاه شوید و کلمه های عربی را یاد بگیرید. خوب چون که شما خیلی یعنی من میدونم هم شما همین خیلی میکنید، شاگردانی این دولت هم همین خیلی میکنن. برای کتاب همه وقت ترجمه کتاب رو جستجو میکنن. ترجمه دارد در اینجا تیز که میروند ترجمه انگلیسی رو میآورند تمام. نه درس نه متن عربی را توجه میدهند، نه یعنی از پس این کلمه ها میشوند. بعضی باز شاگردان سستن هم باشند چی میکنن؟ به درس هیچ تیاری نمیبینند. پیش از درس تیز ترجمه را خوانده یک بزور متن را ترجمه میکنند. چون که یعنی در مدرسه وقتی که چون که وقت زیاد هست شاگرد درسی پیشتر را درس قبلی را باید به عربی خوانده و در نزد شاگردان و استاد باید ترجمه کند، یعنی درس رو سپارد. همین خیلی میکنند بزور یعنی ترجمه میکنند. پس این خیلی در جستجوی ترجمه ها نباشید. بله ترجمه را اگر خواهید که کابید و یابید و همچون یک اسبابی کمک استفاده برید پس استفاده برید، باقی ندارد. اما باید توجه کامل شما به متن عربی باشد. چون که در اینجا میبینید فصلون، باید بدانید خوب یک فصلی نو یعنی یک بابی نو، آغازی یک بابی نو. در اینجا میبینید لو اختلط، خوب اختلط یعنی آمیخته شدن، اختلاط شدن. اکثرها، خوب اینجا کلمه اکثر آمده است، ها ضمیر آمده است، طاهر و دیگر کلمه هایی که شما میشناسید الکی اونها رو شناخته توجه بدهید. فهمو؟ خوب حالا من چت رو نظر نمی کنم، برای همین گپ های اگر در مورد اینترنت و غیر حاضری باشد باقی ندارد، حالا ننویسید. فقط سوال ها اگر سوال باشد در بالا کلان نویسید سوال، بعد من سوال رو میخونم. خوب بسم الله الرحمن الرحیم. باری دیگر فصل لو اختلط اوان اکثرها طاهرون. این یک فصل نو هست و در مورد چیست مختصر کرده بگویم در مورد تحری هست. تحری چی رو گفته می شود؟ چون که در اینجا مسئله تحری می آید شما باید بدانید که تحری چی رو گفته می شود و این چونین فعل تحرا که در اینجا می بینید چی معنا دارد. انشالله من برای شما میفهمونم که تحری چیست. خوب پیش از درس آغاز شدن سوال است، بفرمایید. تنگه با آب ضرور است، باید با هم روم اونجا اونقدر. خوب نه ضروری نیست. تنگه و آب اگر نداشته باشه ضروری نیست، باقی ندارد. من به شاگردا اگر کسی نمیداند من به شما گفتم، به شاگردان گفتم که در نزدتان کمی آب از نیم پیاله کمتر هم باشد آب بگذارید و این چونین یک تنگه اگر باشد، هر تنگه باشد میشود، اما خوبتر می شود که تنگه به فکرم نمیدارم شما به فکرم تنگه 50 درهم دارید. اگر همین خیلی یک تنگه رو در پیش خود بگذارید یا اینکه در امریکا باشد 25 سنت، اگر در یوروپ باشد 1 پوند، همین خیلی یک تنگه رو در پیش خود بگذارید برای سهولیت فهمیش یک قسمتی درس. من گفتم این رو در نزد خود بگذارید، اگر نباشد باقی ندارد. تحری چی رو گفته می شود؟ همین کاغذ ها رو، همین صحیفه ها رو 120 صحیفه هست، اگر پرینتر داشته باشید پرینت کنید، چاپ کنید و در گرد همین متن نویسید، حاشیه نویسید و در زیر همین کلمه ها ترجمه نویسید. این بهتر می شود چون که توجه کامل شما و اولی شما به عربی می باشد. خوب پس در اینجا یک حاشیه بگذارید و نویسید که
تحری چی رو گفته می شود؟ من سوال میکنم از شما در درس آینده. تحری الاجتهاد و بذل الطاقة لمعرفة الطاهر من النجس. این رو گفته می شود. یعنی که اجتهاد یعنی که کوشش کردن و تلاش کردن. بذل الطاقه و تمام کوشش خود را دادن، تلاش کردن برای شناختن طاهر پاک از نجس. این رو تحری گفته می شود. یعنی که قوت ذهنی خود را استفاده کرده و تمام اسبابی که در پیش شما مهیا هست آنها را استفاده کرده کوشش میکنید که پاک را از نجس بشناسید. خواه از چندین قرائن باشد، از اشاره ها باشد، از قرائن های حال باشد. عموما یعنی آب وقتی که پاک باشد این خل می باشد، این شکل می داشته باشد، یا اینکه مثلا بدانید که در خانه شما همین خل یک عادت است که آب پاک را در این مثلا ظرف مانده می شود، آب نجس رو در این ظرف مانده می شود. این رو قرائن حال گفته می شود. یعنی از همین خودش اشاره های زندگی و اشاره های حال شما چی میکنید؟ کوشش میکنید که با قوت ذهنی خود به یک نتیجه برسید. این رو تحری گفته می شود. پس لو اختلط اوان اکثرها طاهر، لو اگر آمیخته شود، الدرش شود، اوان ظرف ها که بیشتری اکثریت آن ظرف ها طاهر باشند، تحرى للتوضع والشرب، شخص باید تحری کند برای طهارت کردن و برای نوشیدن. یک بار دیگر ترجمه روان میکنم. اگر ظرف ها یعنی که ظرف هایی که آب داشته باشند، ظرف های خالی نه، اگر ظرف ها یعنی ظرف هایی که آب داشته باشند آمیخته شوند، الدرش شوند و اکثر آنها یعنی اکثر آن ظرف ها پاک باشند، یعنی آن ظرف هایی که آب دارند پاک باشند، شخصی باید تحری کند پیش از طهارت کردن با یکی از این ظرف ها و پیش از نوشیدن از یکی از این ظرف ها. دوام میکنیم. و این کان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب. و این و اگر کان اکثرها اکثریت آنها اکثر آن ظرف ها باشد نجس، تحری نمی کند. لا يتحرى تحری نمی کند مگر برای نوشیدن. من این مسئله رو واضح کردم میگویم یک بار دیگر. و اگر اکثر آن ظرف ها یعنی اکثر آبی که در آن ظرف ها موجود هست اگر نجس باشد، تحری نمی کند مگر برای نوشیدن، یعنی برای طهارت کردن تحری نمی کند، یعنی که حتی استفاده هم نمی کند. و فی الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اکثرها طاهرا او نجسا. و در مورد لباس های آمیخته شده، یعنی که لباس هایی که الدرش شده باشند، بعضی آنها پاک باشد بعضی آنها نجس باشند، در این مورد باید تحری کند نوابسته از آن که اکثر آنها یعنی اکثر آن لباس ها طاهر هستند یا نجس هستند. در اینجا مصنف چی رو میفهماند؟ در اینجا درباره تحری میگوید و 3 صحنه رو پیش میکند. میگوید که وقتی که اولا ظرف های موجود باشد که در آنها آب باشد و زیادی این ظرف ها آبی داشته باشند که پاک باشد، اما بعضی ظرف ها در مابین اینها ظرف هایی باشد که آبی آنها ناپاک باشد، در اینجا میتواند که تحری کند برای یعنی پیش از طهارت کردن با این آبها و پیش از نوشیدن. برای چی؟ برای که اکثری این ظرف ها پاک هستند. پس برای طهارت میتواند که جستجو کند و دلالت حال را نظر کرده یکی از این ظرف ها را اختیار کند، انتخاب کند و با آن ظرف طهارت کند و نماز خود را ادا کند. چونکه زیادتر یعنی احتمالی بیشتر هست که با ظرفی پاک طهارت خواهد کرد. و پیش از نوشیدنم برای چی؟ برای که برای نوشیدن یعنی بعضی وقت نیاز می شود. و این کان اکثرها نجسا، و در صحنه‌ای که اگر زیادی این ظرف ها آبی ناپاک داشته باشند و در بین اینها ظرف های باشد که آبی پاک داشته باشند، در اینجا تحری نمی کند، یعنی که جایز نیست حتی تحری کردن و استفاده کردن این آبها مگر برای نوشیدن. برای چی؟ برای که برای طهارت
آبی پاک ضروری هست و اگر اکثر ظرف ها آبی پاک داشته باشند، چنانکه که گفتم احتمال بیشتری است که انسان با آبی پاک طهارت کرده است، بس تحریک کردن و استفاده کردن جایز است. اما وقتی که اکثر ظرف ها آبی ناپاک داشته باشند، طهارت کردن جایز نیست و باید طهری هم نکند. یعنی باید همین خیل کوشش و تلاش کردن برای استفاده کردن یکی از این آبها هم نکند، مگر برای نوشیدن. وقتی که ضرورت سخت پیش آید، مثلا بغیر از آب نجس برای نوشیدن دیگر آبی اگر وجود نداشته باشد، آدم به زندگی خود اگر خوف داشته باشد، از این سبب میتواند که از این آبها، یعنی در مابین این ظرف ها تحری کند و یکی از این ظرف ها رو برای نوشیدن اختیار کند. و در مورد لباس ها مصنف چی میگوید که تحری کردن جایز می شود، خواه اکثر لباس ها طاهر باشند، خواه نجس باشند. از چی سبب؟ برای چی در مورد لباس ها اینقدر سهولت است، اینقدر آسانی هست؟ از برای دو سبب. یکمش این است که نماز را با لباس ادا کردن، خواه لباس نجس هم باشد، از خواندن نماز عریان یا اینکه برهنه بهتر است. پس اگر لباس مثلا نجس هم باشد، بهتر است که وقتی که آدم دیگر لباس نداشته باشد، لباسی پاک موجود نباشد، آدم باید لباسی نجس را پوشیده نماز بخواند، برهنه نماز نخواند. فهمیدین؟ از این سبب در مورد لباس ها سهولت است، یعنی حکم آسان تر است. و سبب دوم این است که از طرف شریعت برای آب نجس عوض کننده موجود هست. یک واریانت دوم موجود است که این خاک می باشد، یعنی با واسطه تیمم. اما برای لباس نجس عوض کننده نیست، یک واریانت دوم موجود نیست. از این سبب هست که در مورد لباس هایی که بعضی هایش نجس باشند و بعضی هایش پاک و آمیخته شده باشند، الدره شده باشند و انسان گم کرده باشد کدامش پاک است کدامش نجس، در مورد لباس ها حکم آسان تر و سهل تر هست. اهمیت داده. و در اینجا مصنف در مورد یعنی ظرف هایی که اکثریت آنها پاک هست حکم را بیان کرده است و در مورد ظرف هایی که اکثر آنها نجس هست حکم را بیان کرده است. اما اگر ظرف ها برابر می بودند، باید شخص تیمم کند، یعنی باید یکی از این ظرف ها را استفاده نکند، چون که برای طهارت کردن باید یعنی عمیق باشد، باید احتمال زیادتر باشد که آب پاک است. اما وقتی که ظرف ها برابر باشند و نداند که اکثر آنها آیا پاک هستند تا اینکه برای طهارت کردن تحریک کند و نداند که آیا اکثر آنها نجس هست تا اینکه تحریک نکند و استفاده نکند، اگر ظرف ها برابر می بودند، اگر برابر باشند، باید تحریک نکند و برای یعنی استفاده کردن اقدام نکند، پیش نرود، تحریک نکند و به عوضش باید تیمم کند. و ظاهر است که اگر ظرف ها اکثر آنها نجس باشند یا همه آنها نجس باشند، در آن وقت هم باید شخص تیمم کند. خب در اینجا فصل بعدی، فصل تنزه البئر. خب این فصل درباره چاه می باشد، احکام چاه ها و وقتی که نجاست داخل چاه می افتد. ما این فصل را حالا نمی خوانیم، از این فصل من می گذارم و این رو به آخر می گذاریم، چون که بعضی فصل ها در مابین اگر بیایند که اونقدر برای شما حالا مهم نباشند، آنها را ما می گذاریم و در آخرها ماهی انشاءالله آگوست آینده، سپتامبر آینده وقتی که وقت شد، همه این احکام عاجل را وقتی که ما خوندیم تمام کردیم، بعد دوباره برمیگردیم به این چاه و غیره. اما حالا میگذاریم از چاه ها، میرویم به فصل فی الاستنجا، فصل در مورد یا باب در مورد استنجا. خب استنجا همگی میداند چیست، به زبانی یعنی فارسی و تاجیکی هم ما استنجا گفته کلان میشویم، میدانیم که استنجا به چی اشاره میکنند. اما باز هم اگر نفهمید، استنجا شستن مقعد یا اینکه شرمگاه را گفته می شود پس از اخراج شدن پیشاب یا غایط، یعنی روشن برای شما
میگویم که استنجا چیست. پس مصنف میگوید که یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول و یطمئن قلبه. اولا سر میکند از حکم استبراء. میگوید که این باب استنجاست، اما پیش از به استنجا داخل شدن حکم استبراء را پیش میکند و استبراء خود را از آخران چکره یا اینکه قطره پیشاب پاک کردن را گفته می شود و چنانه که حالا می خوانیم این خاص برای مردان هست. پس مصنف می گوید که یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول و یطمئن قلبه، که به مرد لازم هست، یلزم لازم هست برای مرد که استبرا کند. برای همین می گوییم که استبرا کردن برای مرد لازم هست تا اینکه اثر پیشاب، یعنی آخرین قطره پیشاب، همه اثر پیشاب از بین رود، یزول از بین رود و قلبه، قلبش، دلش مطمئن شود، آرام شود. حسب عادته بالمشي او التنحنح او الاضطجاع او غیره. چخیل باید استبرا کند، چخیل باید خود را از آخرین قطره پیشاب پاک کند، آخرین قطره پیشاب را از بین برد. حسب معنا دارد طبقی یا موافقی، عادتی عادتش، موافقی همون عادتش، خواه براه رفتن شود یا براه رفتن کند یا اینکه با تنحنح، این خیلی سلفه کردن رو گفته می شود، یا این خیلی که می کنیم یک فشار می آوریم به بدن خود، به حلق خود، اما این فشار آوردن حتی به بدن ما هم یک فشاری رو می آورد، یک زوری رو می آورد و سبب این میتواند همین آخرین قطره رو بیرون کند. یا اضطجاع میتواند که غلیدن رو گفته شود، که به یک طرف وقتی به یک پهلو وقتی که خم میشوی یا اینکه میغلی خوب خواب میکنی، این رو گفته میشود. او غیره یا و غیره، یعنی که یا چیزی دیگره. ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. و جایز نیست برای او، یعنی برای همین خل مرد، که شروع کند، شروع دیدید که سر کند، آغاز کند در طهارتش، در طهارت کردن، در وضو گرفتن، تا وقتی که مطمئن شود، اطمینان پیدا کند. خب یا اینکه اگر این خل بگویم تا وقتی که اطمینان پیدا نکند جایز نمی شود. با چی اطمینان پیدا کند؟ با قطع شدنی، با پایان رسیدنی قطره های یا قطره پیشاب. این بود ترجمه. پس این چی معنا دارد؟ مختصرا اگر نفهمیدید، اگر ترجمه روشن نبود، این رو شما باید، یعنی شما هم گرچندی که زن هستید، شما هم باید بیاموزید، چون که این حکم دین هست و شما یعنی وظیفه دار هستید که به پسرهای خود، به اطفال خود این رو بیاموزانید که باید استبرا کنن بعد از پیشاب کردن. چی معنا دارد؟ مرد باید وقتی که مرد پیشاب میکند یک قطره یا چند قطره پیشاب باقی میماند و باید برای خارج کردن این قطره ها، یعنی پیش از خیستن از جایش به طهارت خانه رفتن، یعنی باید کوشش کند که این آخرین قطره های پیشاب را خارج کند تا اینکه بعد از اون که یعنی لباس خود را محکم میکند و ره میگردد، پیشاب خارج نشود و او را آلوده نسازد، او را بینماز نکند، لباس های او را بینماز نکند. برای همین باید چی کند؟ باید یعنی هر چیزی که اختیار میکند، هر چیزی که فکر میکند با او کمک میکند و با او یاردم میکند برای این کار، خواه یعنی کمکک ره گشتن باشد در همون حاجت خانه، یا کمکک یعنی سلفیدن باشد، یعنی زور و فشار آوردن باشد به بدن خود، یا اینکه خم شدن باشد، این کارها را همچون مثال مصنف پیش میکند. ضروری نیست که همه این کارها کرده شود و ضروری نیست که برای وقت طولانی این کارها کرده شود. یعنی که این بیشتر به مردان معلوم هست، آنها بهتر و خوبتر میدانند که کی حس میکنند که آخرین قطره پیشاب به انتها رسیده است و از بین رفته است. پس این بعضی مثال ها هست خوب برای همین کار رو کردن. و اینجا گفته است که تا آن که استبرا نکند اجازت ندارد که به طهارت بگذرد. این بود استبرا کردن برای زنها لازمی نیست، برای زنها نیست،
اما بله یعنی زن کمک انتظار شود بعد از تمام کردنش، یا اینکه وقتی که یعنی کاغذ را لطه را هر چیزی که هست همین خیلی کمک انتظار شود و کمک به بدن خود فشار بیاورد تا اینکه مطمئن شود، باقی ندارد. یعنی خوب هست، اطمینان گرفتن بهتر هست. فورا نخیزد و پیش از خود را قاق و خشک کردن فورا نخیزد، لباس های خود را احتیاط کنند. این یعنی مهم هست، اما خاص همین حکم استبرا برای مردها می باشد. به هر حال اکنون مصنف دوام می کند به استنجا، می گوید که والاستنجاء سنت من نجس یا نجس یخرج من السبیلین. استنجا کردن سنت هست از نجاست، یا میتونیم بگیم از سبب نجاست که از یکی از دو راه ها خارج می شود. ما لم یتجاوز المخرج، تا وقتی که از حدود مخرج تجاوز نکند، یعنی که پهن نشود، بیرونتر نرود. تا وقتی که از حدود مخرج بیرون نشود، پهن نشود. تا اینجا چی معنا دارد؟ یعنی حکم استنجا سنت مؤکده هست بعد از خارج شدن نجاست از دو راه. سبیلین چی رو گفته می شود؟ چونانی که شما الکی باید از درس های عربی آگاه باشید. کلمه سبیلین کلمه تثنیه می باشد، سبیل، سبیلانی، سبیلینی، و این معنای این دو راه می باشد. این در زبان عربی کنایه هست با دو راهی اخراجی نجاست، یعنی پیشاب و غایط. و در فقه، خصوصا در فقه، در این اصطلاح برای اشاره به عضوهای اخراجی انسان می باشد، مقعد و عضو تناسل، چنانی که می دانید. برای همین این یک کلمه کنایه هست به همین دو عضو. وقتی که سبیلین می گویم شما بدانید که من به چی اشاره می کنم. هر وقت من تعریف و تشریح این رو نمی دهم. همین خیلی برای محکمتر و با حیاتر گپ زدن این کلمه استفاده می شود. سبیلین، دو راهی اخراجی پیشاب و غایط. یعنی که بعد از خارج شدن نجاست از سبیلین استنجا کردن سنت هست، سنت مؤکده هست، تا وقتی که نجاست از حدود مخرج، از حدود خودی مخرج، خودی همون عضو بیرون نشود. اما اگر و این تجاوز و کان قدر الدرهمی، اما اگر از همون قسمت عضو اگر بیرون شود، اگر از حدود سبیلین اگر بیرونتر آلوده شود و این نجاست تا یعنی مقدار درهم برسد، وجب ازالته بالماء، پاک کردنی همون محل، شستنی آن محل واجب می گردد با آب. و این زاد علی الدرهمی، و اگر از مقدار درهم بیشتر شود نجاست، بیشتر پهن شود، بیشتر عضو بدن را آلوده کند، افترض غسله، شستنش فرض می گردد. پس این چی معنا دارد؟ وقتی که انسان حاجت خانه را استفاده می کند، وقتی که نجاست خارج می شود، می تواند که یا نجاست جسم را، همان عضو را هیچ آلوده نکند یا خیلی کم آلوده کند و آلودگی فقط در همون قسمت مخرج، در حدودی همون محل استد، یا می تواند که کمتر آلوده بسازد تا یعنی تا مقدار یک درهم که من برای شما میفهمونم، یا میتواند که از مقدار یک درهم بیشتر رو آلوده بسازد. پس این سه یعنی صحنه هست، یا اینکه سه برای این سه مسئله سه خیل جواب هست. اگر مثلا انسان حاجت خانه رو استفاده کند و از سبیلین نجاست غایط خارج شود و از حدود مخرج بیرون نشود، کم ترک یعنی همون محل نجس شود، اما یعنی نجاست عضوی بدن را آلوده نسازد، فقط از همون به حدود همون مخرج بماند و تمام، که این خیلی کم می شود. در این وقت استنجا کردن چی می شود؟ سنتی مؤکده. اما این کی آدم حاجت خانه را استفاده می کند و نجس نمی شود، آلوده نمی شود؟ یعنی وقتی که آلوده نشود، در حدود مخرج استاد، یعنی که آلوده نشود، همین خیلی برای دو عضوی بدن
تازه بماند. میدانید که خیلی باید من ظاهر کمتر کرده بگویم، بعضی وقت غایت انسان سخت می باشد، بعضی وقت یعنی انسان که بیمار شد سست می شود. اگر سخت باشد بعضی وقت اگر خارج شود هیچ بدن آلوده نمی شود. اگر این خیل شود بله شاید که عضو بدن بویناک شود و غیره، اما اگر بدن خودش آلوده نشود استنجا کردن سنتی مؤکده می باشد. مثلا اگر مرد پیشاب کنند آخرین قطره پیشاب هم اگر خارج شود و یکم خیل آلودگی یعنی آلوده نشود از همان مخرج، در این حالت هم استنجا سنتی مؤکده هست. اما این خیلی کم پیش می آید. و دوم یعنی مسئله چی است؟ وقتی که همون مخرج رو آلوده می سازد. وقتی که زن پیشاب می کند هیچ امکانیتی ندارد که بدنش آلوده نشود. خیلی کم هست که یعنی دقیق اگر انسان کوشش کند که خود را آلوده نکند شاید، اما زن اکثری وقت آلوده می شود. پس این حکم دوم هست که وقتی که خارج شود و آلوده بسازد بدن را، می تواند که یا بدن را کم آلوده بسازد یا بدن را خیلی زیاد آلوده کند. اگر آلودگی از 1 درهم کم باشد، حتی تا 1 درهم هم برسد، یعنی که همین از حدی آخر تا 1 درهم برسد یا از 1 درهم کم باشد، در این وقت پاک کردن این نجاست با آب واجب می گردد. اما اگر از 1 درهم زیاد شود شستنش فرض می گردد. برای چی؟ برای که قدر 1 درهم چیست؟ یعنی بخشیده می شود. اکنون برای اون که شما این نقطه رو روشن‌تر بفهمید، شما در پیش خود شاید آب داشته باشید. برای فهمیدنی یعنی قدر درهم من برای شما یک کار رو پیشنهاد میکنم که شما پیش خود تجربه کنید. در اینجا یک چند نقطه ها هست پیش از آن که من به آن روم برای شما پیش میکنم. اولا برای زن و مردان سنت مؤکده هست استنجا کردن. هم برای زنها هم برای مردها سنت مؤکده هست استنجا کردن، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این کار مواظب بود، یعنی که همه وقت این کار را انجام میداد. اما برای چی واجب گفته نمی شود؟ برای اون که خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن این کار در بعضی موقع ها ثابت شده است. پس کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم مواظب باشد همه وقت بکند اما بعضی وقت ترک کرده باشد، این کار را یعنی حکمی سنتی مؤکده داده می شود، نه اینکه واجب، نه اینکه وجوب. در حدیثی آمده است که و من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج. در سنن ابی داود رحمه الله در باب الاستتار فی الخلائی در کتاب طهارت آمده است که کسی که با سنگ یا مثلا قلوخ استنجا می کند پس باید آن را به تعداد طاق انجام دهد. کسی که این عمل را انجام دهد کاری خوب کرده است و اگر کسی این عمل را یا اینکه این را اگر نکند هیچ مشکلی بر او نیست. فلا حرج، هیچ حرج نیست، مشکلی نیست. اکنون اگر نجاست از محلی خارج شدن نجاست از سبیل این اگر پهن شود، زیاد شود و مقدارش به اندازه درهم باشد، پس واجب می گردد که او را با آب تازه کرده شود. تازه کردن با چیزی جامد در این حال کفایه نمی کند، باید که با چیزی مایع تازه کند، با آب تازه کند. اکنون مقدار درهم چیست؟ اگر نجاست مایع باشد یعنی پیشاب باشد یا مثلا شما زن هستید اگر خون باشد و غیره، اگر نجاست مایع باشد، اگر مایع رو به نظر بگیریم به اندازه کف درونی دست 1 درهم می شود که تا این اندازه بخشیده می شود و یعنی از این اندازه کم باشد بخشیده می شود. و اکنون اگر شما برای فهمیدن این مقدار چی کنید، کمک از پیاله خود آب بگیرید و به دست و به کف دست خود آب بریزید آهسته کرده، یعنی که اونقدر زیادی نه که از دستهای شما بیرون بریزد. دست خود را همین خیل اولا راست در پیش خود بگذارید، یعنی انگشت های خود را با هم بچسبانید، دست خود را همین خیل راست در پیش خود باز کنید و در کف دست خود آب بریزید و ببینید که چقدر در مابین کف شما آب جمع می شود، چون که مابین کف شما کمتر چقورتر هست. فهمیدید؟ پس وقتی که در اینجا آب جمع می شود
و بس کنید. ببینید که چقدر آب رو شما در مابین کف خود جمع کرده میتوانید پیش از آن که آب از دست شما ریختن رو سر کند. یعنی که به مانند یک قسمی گرد، یک چقوری گرد در آنجا آب جمع می شود پیش از آن که از طرف دست شما بریزد. پس این رو مقداری درهم گفته می شود. اگر نجاست مایی باشد از همین قدر کم باشد یعنی بخشیده می شود، همین قدر هم باشد بخشیده می شود. با این قدر نجاستی غلیظه، نجاستی کلان، نماز خواندن یا اینکه عبادت کردن یا این قدر نجاست در لباس خود داشتن بخشیده می شود. اما وقتی که از این قدر بیشتر شود، از حدود این مقدار زیادتر شود، باید این نجاست دور کرده شود. و اگر مثلا نجاست مایع نباشد، اگر جامد باشد، پس امام شرنبلالی در شرح خود میفهماند که به مقداری 20 قیراط. 20 قیراط چند قدر هست؟ یک قیراط برابر به 4 دانه گندم می باشد. پس 20 قیراط 80 دانه گندم می باشد. می دانید که دانه گندم میده میده می باشد. در دست خود اگر 80 دانه گندم را اگر جمع کنید، همین را مقداری یک درهم گفته می شود. گرچند که در فهموندن یک درهم کمک اختلاف هم هست، اما ما حالا کتاب امام شرنبلالی را خوانده ایستادیم. پس به فهمیش امام شرنبلالی، به تحقیقات امام شرنبلالی، اگر نجاست جامد باشد برابر به 80 دانه گندم می باشد. فهمیدید؟ پس یک بار دیگر روشن تر کرده بفهمانم، استنجا میتواند که یا سنت مؤکده باشد، یا اینکه واجب بگردد پاک کردنش با آب، یا اینکه پاک کردنش با آب فرض بگردد. هنگامی که نجاست از مخرج نگذرد، از محل اخراج شدن غایط و پیشاب اگر نگذرند، استنجا کردن سنتی مؤکده می باشد. اگر از مخرج گذرد اما تا قدری یک درهم باشد، پس پاک کردنش با آب واجب می گردد. و اگر از قدری درهم زیادتر شود، پاک کردنش، دور کردنش فرض می گردد. در این مابین که ما خوندیم واجب می گردد. برای چی واجب می گردد؟ برای اون که بله باید که دور کند، اما اگر دور نکند باز هم عبادت انسان قبول می شود. خب، یفترض غسل ما فی المخرج، شستن آن چیزی که در مخرج هست فرض می گردد. عند الاغتسال من الجنابة والحیض والنفاس وإن كان ما في المخرج قلیلا. شستن آن چیزی که در مخرج هست هنگام غسل کردن از حالت جنابت و حیض و نفاس فرض هست، یفترض. و این کان ما فی المخرج قلیلا، گرچند که مقدار آن چیزی که در مخرج هست کم باشد. یعنی برای آن که تا اینکه فرضیت غسل از حالت حدث ساقط شود. در اینجا برای چی مصنف این حکم را، این نقطه را پیش میکنند؟ تا اینکه شخصی فکر نکند که من میتوانم که مخرج خود را یا محل نجاست خود را نشویم چون که من حاجت خانه را استفاده نکردم. هنگام غسل کردن باید تمامی بدن تر شود. فهمیدید؟ برای همین در اینجا میگوید که باید هنگام غسل کردن حتی محلی یعنی باید شرمگاه رو شسته شود و آب در آنجا باید رسد، برای آن که یعنی حالت حدث رو انسان از خود دور کند. فکر نکند که سبیلین من پاک هست، با من شرط نیست که من آنها رو بشویم. باید بشوید، چون که اگر نشوید حالت حدث رو از خود دور نمی کند. پس انشاءالله در همین جا درس رو میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.